سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. امروز میخواهیم با استفاده از یک قوه‌سنج ساده قوه را اندازه‌گیری کرده و واحدات قوه را از بزرگ تا کوچک بشناسیم و همچنان از فعالیت‌های فعال آموزشی برای یادگیری بهتر استفاده کنیم. وسایل مورد نیاز: یک پایه، یک فنر، یک خطکش 30 سانتی و چند تا وزنه متفاوت. در تجربه امروز ما از یک قوه‌سنج فنری ساده استفاده میکنیم که بر از ما دو پارامتر نشان میده. یکی مقدار مواد به گرام نشان میده و همچنان مقدار قوه وزن به نیوتن نشان میده. و بر علاوه ما یک خطکش در اینجا نصب کردیم تا تغییر موقعیت فنر را با افزایش قوه وزن نشان بده. ما در اینجا سه حالت در نظر میگیریم. حالت اولیه که حالت عادی است، فنر در حالت عادی است، هیچ وزنی به این آویزان نشده. حالت دوم ما یک وزن سبکتر یا مقدار مواد سبکتر به این آویزان میکنیم. میبینیم که بر روی خطکش به اندازه 1 سانتی متر پایین کشیده شد و همچنان مقدار مواد نشان میده بر از ما به اندازه 200 گرم که تقریبا به اندازه 2 نیوتن است. و در حالت سوم ما یک جسمی نسبتا سنگین‌تر را در آویزان میکنیم. در اینجا میبینیم که بر روی خطکش تغییر موقعیت تقریبا به اندازه 2 سانتی متر است و مقدار مواد را نشان میده 460 گرم که تقریبا به اندازه 4.6 نیوتن است. و او چیزی که باعث کشش جسم میشه به طرف پایین او چیست؟ او به نام قوه وزن یاد میشه یا قوه کشش جاذبه زمین است یا به زبان ساده وزن جسم است که باعث کشش فنر به طرف پایین شده. وزن جسم ما چطور پیدا میکنیم؟ وزن جسم به حرف W نشان میده یا در بعضی موارد به G کلان نشان میده که مساوی میشه به M ضرب G کوچک که G کوچک عبارت از تعجیل جاذبه زمین است و M کتله جسم است. یعنی وزن جسم مساوی به حاصل ضرب کتله جسم ضرب در تعجیل جاذبه زمین. واحد قوه چیست؟ واحد قوه در سیستم بین المللی یا SI نیوتن است و نیوتن را به حرف N بزرگ نشان میده. یک نیوتن قوه مقدار قوه است که اگر بالای یک جسمی که دارای 1 کیلوگرم کتله است عمل بکنه و او جسم به اندازه 1 متر فی سکند مربع تعجیل داده بتونه. یعنی 1 نیوتن مساوی است به 1 کیلوگرم ضرب در 1 متر فی سکند مربع. واحد کوچکتری قوه عبارت از داین است که یک داین مساوی میشه به 10 به توان منفی 5 نیوتن یا 1 نیوتن مساوی است به 10 به توان 5 داین. حالا ما فرمول قوه وزن داریم. بر اساس فرمول قوه وزن ما از شاگردان میخواهیم که در صورتی که کتلهشان را داشته باشند وزنشان را دریافت کنند. به طور مثال کتله معلم 70 کیلوگرم است. وقتی ما را بخواهیم به وزن تبدیل بکنیم همین 70 کیلوگرم ما ضرب 9.81 متر فی سکند مربع که تعجیل جاذبه زمین است میکنیم و برای از ما وزن معلم را میده. نتیجه گیری: یک، شاگردان میدانند که هر قدری که جسم سنگین‌تری را ما آویزان بکنیم به متناسب فنر را به طرف پایین میکشند. دو، معلم توضیح میدهد که او نیرویی که یا قوه‌ای که جسم به طرف پایین میکشه باعث تغییر موقعیت فنر میشه و عبارت از قوه کشش یا قوه جاذبه زمین است. 3. واحد قوه در سیستم بین المللی نیوتن است که به حرف N کلان نشان داده میشه. 4. دینامومتر یا قوه‌سنج وسیله است که قوه را بر حسب نیوتن محاسبه میکنه.